گفتی همون تلفن موضوع امروز نمونم شما بودن یکی بیماری بسیار در مردم ما میشود این بیماری استخوان‌دروز بیماری استخوان یا علمی است که مخصوص این بیماری را می‌آموزم ورتبرولوژی نام دارد ورتبرولوژی علومی هستند که فقط بیماری استخوان را می‌آموزند همین بیماری استخوان چنون به درجه حضور اومدگی یکی میگن که اگر یک جو آدم درد کنه میگن استخوان شد مثلا دستاش درد میکنن میگه استخوان شد پرابلم های مثلا زنانه دارد میگه استخوان گرد استخوان پرابلم های مثلا دل دارد میگه گرد استخوان برای چی چیزا میآموزن همین که این عقیده را این ایده را میگن که یکی همون کانسپت یکی نظریه و دکتری همینه که پیش میگفتن همه بیماری عصبی با استخوان شناسا هم میگن که همه بیماری از چیست استخوان یکی سببش اینه که تمام بدن آدم تقسیم شدگیه همین او شما پلاهای همین جویبارهای مثلا پالیزی خودتون بینی اگر زمینای خودتون جویبار دارد همه جا با سکتر تقسیم شدگیه همین خیلی یک نروی که بین استخوان را میبراید همون عضوها را قوت میتید مثال برای اون که مثلا همین دست ما کار کنه نرو میرود فرمان معنی سر دست با واسطه نرو میفهمه طور اصلا یعنی میگه همین عضو هم کارش سست شود میگه حسابی همون نروی کارش تیز شود هم حسابی همون نروی یعنی همین شما میدونه که سویت در خانه تان باشه همه چیتان چکو کرده است کار کرده است اگر سویت زیاد شود چی میشود؟ تلویزیون میسوزن کنسرو برای میشه اگر که چی نداشته باشن رخرین مثلا چیزی مخصوص استابیلیزاتور نداشته باشن بسیار شه همین سویت میزنه و ایران میکنه سویت ما اگر کم باشه چی؟ کار نمیکنه اگه فهمیده نه که قوای عصب واسطه همین تورهایی که میروان از معینه سر همه سیماش من شما بعضی حالت کانالیزاسیون را میکنن کو دیدگی یک سیم غاوس یولا میبراید سیاه درونش را پر چیه سیمچه ها همین استخوان ما هم خیلی تمام سیم هایی که عصب میبینن میروان به هرامغز میروان در تمام این عضو میزنن فرمانشون میکنن انا که تصور کنید که یک عضو و یک نرو و یک طور عصب در استخوان نمک زیر کنن ساز قوا نمیروه قوا که ساز نروه همون عضو چی میشه؟ سست میشه واسپالین میشه پرابلم پیدا میکنه انا برای همین این بیماری مثال بسیار معمولی تاجیکان میگه که همون استخوان‌دروز دارم پیش میگفتن ارکان سوزیش میان درد گردن درد ایتسورا از میگه استخوان‌دروز استخوان خندولیت یعنی که بیماری چی استخوانی که مثلا از آن جمله گیریم استخوان همین نگاه کنید علم سویتی چی میگه کیست در دوره سویتی خواندگیه و دست برداره چند کرد سویتی حکومت سویتی در کی درس خوندگیه خودت چند ساله گیره؟ نه تاول چنده؟ خیلی کم تا 2 ساله 3 ساله دریو کرده است حکومت سویتی همین مدل توابطی که داشت هر چیز قبول نمیکرد بسیار اینوز بخواد لیکن همه حکومت دکتروش میگفتن که سبب استخوان‌دروز یعنی بیماری های از اون جمله رادیکولیت همین استخوان‌دروز نوعی نرو واسپالین میشه طور عصب واسپالین میشه میگفت که سبب همین بیماری های استخوان میگفت چی میگفت شدت و عصبانیتی آدم عصبانی میشده است شدت عصبش پیدا میشده است نرو پسیخیتسکی نپریژنی پیدا میشده است استخوان کسر میشده است
کانی رابطه یک حکومت سایتی گپی که میزد اول باید علما اساسناک میکرد. یعنی نگاه کنید ما و شما عصبی میشدیم، ما و شما شدت میکردیم، دم نمیگرفتیم، عصبا مانده میشدن، چی پیدا میشد؟ مستخدم است. مثلا یکی عامل هایی که میگه که عامل های روانی میگه که در این پسیخسمت که برای چی همین بیماری مثلا در گردن پیدا میشه، در میان پیدا میشه، در تخت پوست پیدا میشه، میگه این همه سببش فکر آدمه، فکر تگی دلیشه. مثلا میگه که رزق روزی را یافتن خیلی قینه، میگه همین آدم بیماری میان میشه. تاجیکا میگن کو میان تا سخمن یک کار میشه کو. مثلا ما یک معرکه رفتم، مادرش گذشته است، همشون اوچهشون چنان دوست می‌داشتن که همین همه شوکن، همه در حالت همون چی هستن. بعد همین فریاد کردم کلان شدن، کلان شد خودت یا گفتم میان تا سخمن. میدونی با من که تو ما آبرو کن حتی که آدم همون مردش هم آبرو تمامستان نکن. با همین گفت برای شفتم برای که مادر تو زنده فقط در این دنیا نیست. چکر ما را دیدیم شما دیدیست اساسی. یعنی بیانه محکم بند که معرکت رو بزنیم. فهمیدید دواده مثلا آدمی که مانده میشه و در دواده زندگی با چی گرفتار میشه؟ نمیان در گرفتار میشه. کسی میگه که روزگارم وزمینه، روزگار در جوش تگیه. خانو با چی میشه؟ خانوش در میکنن. شما فهمیدید یک گپی که ما میزدیم اون قدر گردی معده همین چی میشه؟ سبب بیماری میشه. وقتی که میگه که انسان میگه که چند کس پوش کده برداشتیستن کجاش درد میکنه بعد؟ پوشتش درد میکنه، تخت پوشتش درد میکنه، پایانتر ارخنا نه میانه نه چی؟ یعنی خیلی میگه این قدر من برداشتیست، این قدر خوندیست، این قدر رو من کلون کردم، این قدر درس بردیست، این قدر همین اگر همین گپا گذرونه منت کند اگر گویم نازک زورش بیاد هم بیماری پیدا میشه. دیده یک گپ اولی ما اون طرف میگویم که این گپ پیدا شد با دیمش در کاره، شمال خوردنش در کار، سیمش در کاره، وزمینی کارها در کار، کارهای وزمینه مثلا مگرو چی ایمینه با این بیماری روز دقت میکنیم بسیاری مردم ما کار جسمانی میکنن، کارهای جسمانی میکنن. برای همین کارهای جسمانی زیاد هم میتونن چیکار کنن؟ ستون مهره را مانده کنن، ضعیفش کنن، خوردش کنن، همون امورتیزاسیونش خیلی در ماشینا میگن. شما فهمیدید نه؟ یکی از سوال چی بوده است؟ و البته توروی سر کسل میشن اینا هم همون اولی هنوز نیفتن، آینده در اولی میوان یک ویروس های یکون زرچه است که فقط توروی عصب وسپلی میکنن و توجکی میگن التهاب. دسته نوزوکی را اصلا میکنن. ما گفتیم که یکی از سبب‌هایی که انسان کسل میشد عامل روانی این شدت و عصبانیتی. چی گپ میشه؟ خیلی ما گفتیم که دو سه گپی که هست در تگیدیل انسان میروند میتونه ستون مهره را ناراحت کنه. همین گپ‌ها درستن یا نه؟ آدم‌ها سوال میتونن. خیلی میگه یک جا میدونی همین گپ درسته یا نه؟ مثلا هر سخن، هر گپی انسان یکان جای بدنش کشیش میکنه. مثال میگیریم آدم میخواهد که یکان جا روند. با چی میروند یکان جا؟ باز با پاهاش میروند. با پاهاش رفت. همین فکر کجا در تاثیر میکنه؟ با چی میروند؟ از یک جا بر با ها میروند. همین فکری که من میروم یک جا کجا در تاثیر میکنه؟ کجا را میکشه؟ پاها را. این هنوز 100-200 سال پیش میشنیکوف اثبات کرد که یک فکر یکان موشکی را کشیش میتیه. مثلا اگر آدم بخواهد که یک جا به یک جای دیگر برود، وقتی که یک فکر مثلا تاثیر میرسونه در
عضوهای ما. پس همین فکری که وزمینی روزگار، همین فکری که ریسک روزی رفتن دوادوش بسیاره، زندگی دوادو هست، زندگی وزمین است، همینا در چی؟ در موشک‌های همینجا را کشش می‌دونن. وقتی که این موشک‌ها کشش می‌کنن، نرو چی؟ طوری عصب می‌جخن. طوری عصب که جخیدن گردش خون ویران میشه. گردش خون که ویران شد، نگاه کنید. همین یک جا در شما روید آب قاق شده باشد. جاش چی است؟ چی داره؟ نمک دارن. نمک دارن. مثلا نمک همون آب در همون تقسیم میشه. مثلا همین سطل نه میخره چه خیلی. بعد چند وقت همون سطل در میبینید که یک نمک پیدا شده. انا همون مثلا خون هم که وقتی که گردش ویران میشه همونجا میمونن، نمکش تقسیم میشن، رقچه های مایده رقچه ها را پر میکنن. اون رقچه ها رفتن، یعنی که خون گردش خون در اونجا ویران میشه. میشود چی؟ ویران شوید گردش خون. گردش خون که ویران شد، نرو طوری عصب که غذا نگیرید وصفله نمیشه. از شما اگر مثلا همین دهانتون یکم 10 روز نشوید، درسته 10 روز نشوید توزش نکنید، در دهان وصفله این پیدا میشه. برای که میکروب است یک غلط چیزهای دیگر است که مثلا سبب ویرانی همون غذاخوری همونجا میشه. بغیر از این هر زمان گوشت و پوست ما عوض میشه. مثلا اگر گیره موزید همونجا دیوار میکنن، یا که همون دیوار را خشکش گرفته از نو میکنه ارگانیسم. کلسی میبرن میمونه، مگنی میمونه، استروکه استخوان، ملایمی همون استخوان همین خریه که هست که بین استخوان را همین ساختمانش ویران میشه. ساختمانش که ویران شد میشینه. همین که 6 نرو رو باز چی میکنن؟ زیر میکنن و میشه پراتوزیا. مثلا ما اگر دینا شو کشیده بودیم، انا همین ستونورای اینجا قطعی طوری اثر میگذارن، اون که هوا مغز میرن، انا اینجا قطعی اینجا قطعی طوری اثر میرن، همینجا طوری اثر میبروین، هوا مغز میرن، طوری اثر میبروین. همین خریه‌ای که تقایقی که در بین مهره های ستونمهره است، همین جدا فشار میخورد و کلچه را راست میکنید که شما میبرد. چی را زیر میکند؟ طوری عصب زیر میکند. یا که انا همین درآمد همین رفتن هوا مغز تاثیر میرسوند. در این حالت اگر همین بکفه میشود چورا گریجه. این از چی ویران شوی سر میشود؟ از عصب جابجا گذاری همین غذا را نادرست میکنه. شدت میشود، کشش خورده میشه. برای این بیچاره رو مساج مخلوق کن. مساج رو میفرشون مثلا بعضی سویت میمونن. بسیار آدم‌های سن سال رفته رو دائم می‌فرست که اون کسی چیکار کنه؟ مساج برای گردش خون درست میکنه. وقتی فشار میگیری زیر میکنی دست میگیری خون اونجا میدمه. خون که میدمه برای همین بعد مساج بعد مغز سرخ میشه. شما فهمیدید ویران شوی ساختار انا همین تقویت که در اون چیزهای لازمی را نمیمونن، فشار میخورد، قوتش نمیرسه، مانند اونه که به جای خشتی پخته خشتی لایی بمانه. دیوار کلام که کردی باید چی میشه؟ فشار میخورد ویران میشه. انا همین میگم با چی؟ بعد آیسته دایم همین خندرید، یعنی که همین دوست ناراحت های شیشتنش ناراحت های، خیستنش ناراحت های و غیر از این. خیلی ما میدونیم با خنکی هست، میدونیم که کاری وزمین است، مثلا غذا اگر نادرست باشد، یعنی که چیزهای لازمی نباشد، میتونه که این پرابلم هم چی پیدا شد نکنه. اکنون چکار کنیم که تبابتش کنیم؟ بیماری است. حسابی استخوان‌دوز بسیار آدم دستاش درد میکنن،
پاهاش درد میکنن، خنکی در پیونداش پیدا میشه، شکمش ناراحت است، سیخزنی دلها و نفس یک داره کار میشه از یک پرابلم چی؟ پرابلم استومانه. در ما مثلا دکتری ما خوب است، وزارت هست، مثلا در وزارت تندرستی یک سمت بسیار کلان ورتبرولوژی استومانه شناسی در این باره علما کار کردن. خیلی بسیارشون جراحی میکنن، بسیارشون طبابت میکنن، لیکن جراحی آن وقتی میکنن که اگر به واسطه چی داشته باشد، عمل درستی طبابتی. در حالتی که اگر عصب خراب باشه باید اول عصبش طبابت کنی، بعد اگر در کار شد جراحیش کنی. میفهمیدم؟ یعنی که بسیار وقت بعد که جراحی میکنن عصب خراب باشه، اگر صحت شوی همون آدم بسیار مشکل است، چون که چند ماه آدم بعد یک حالت جراحی استومانه میکند بسیار وقت باید خوابیده است، یعنی شیشتنش حتی ممکن است. انا از این حساب شما این چیز چی کنه؟ درک کنه که از این حساب باید شما بدونید که طبابت یکم سر میشه از جابجاگذاری عصب شو بقوتش کنید، ارگانیسم رو بقوت کنید. و دویم چیزی که مثلا باید کنید دارو درمان یکم چکو کردن نکن. این طبابت عصب است، چون که دو نمود عصب خراب میشه، یکی روزگار خراب، یک دویم که همین بیماری استومانه که پیدا شد در آدم دویم درجه عصب خراب میکنه. دویم چیز، دویم آدم یک درد ناراحتش میکنه، آهسته چیکارش میکنه؟ آهسته عصبش چیکار میکنه؟ عصبش خراب میکنه. طبابت عصب یا که در پیش عصب شناس است یا که در پیش مثلا روانشناس است میگذرد و این کمتر برای این چی در کاره؟ کمتر وقت در کاره. طبابت عصب رو کمتر چی در کاره؟ کمتر وقت در کاره. دویم این داروگی است. باید ما چکار کنیم آدم؟ ما باید داروش بتیم. اگر که ما دارو نتیم رویش صحت شویش دیر میشه. دارو کاری ما را میتزاند. وقتی که ارگانیسم بسیار وقت میدونید که دارو میتیم، بعدی که دیدم که همین آدم سوس شد، بردم بخوات شد، ارگانیسمش خودش داروها را برآورده است، من دیگر دارو باید نمیتیم. آهسته به علف میگذاریم، آهسته به غذا میگذاریم. همین غذای نقص انسان چکار میکنه؟ طبابت میکنه. اگر انسان بدونه که چی میخورم، هرچی آوردنش نه، درسته بدونه که من چی میخورم. برای ما وقتی که جواب میتیم پاцієنت‌ها خودمون رو این چیزا بخورید، چیکار کن، فلان کار کن، این کارا بکن. ولیش برای که غذا هم چیکار میکنه؟ آدم ما درست میکنه. سیم طبابت، این مشق‌های طبابتی هست، جسمی طبابتی. لیچر فیزیکولتورا، تربیت جسمانی معالجوی. بسیار وقت بسیار کسایی که حتی با درجه عالی بیمارند، ما اینا را مشق‌های دور و دراز می‌فرماییم. کسی در همین مسئله مشق دور و دراز کرد برد میکنه، لیکن چی نمیماند آدم مشق کردن؟ تنبلی. مثلا به قوت ما وقتی عصبش طبابت کردیم قوت پیدا میشه. مشق‌های جسمی را کسایی نمیکنن که چی هستند؟ تنبلن. ایزا میکشن کنه و میگه ما بخیزم میرم خویش کردم محکم کن مشق کنی، چی گپ نیست. یک چیز بسیار کردی آهسته چی میشه؟ آهسته ساز میشه. مشق‌های مخصوص مشق‌ها. بسیار را بینید، ما بسیار کسا را مثلا دور هستن، بسیار در چی هستن، ما فرماندگی اجرا کردگی هستن، گریجشون حتی وزمینه، همون چراغاتشون حتی یک نیم سال پس برهم میزنن. این دکترای ارتبرولوژ هم این کار نمیکنن، چون که باید هم لازم نیست که مثلا کسانی که تا کهنه کشید و مجبور جراحیش کهنه کشید. انسان که طبابت عصب نکرد، دارو استفاده نبود. سوم، چهارم
این مشق‌های روانی هست. آدم اول کجاش سوز میکنه؟ فکرش نهض میکنه. صحتی را در خود پرورش میکنه. میگه که من میتونم صحت شم. ای دستی من میبینم. مثلا آدم با مشق اندازی داروش بتیه در دلش خیلی باشه. ای خاک است صحت میشم. خیلی که گفت ای گجا صحت میشم. خیلی گفت چه میشه؟ اینکه عقیدهش نادرست باشه 100 کسا بیاری 100 دمگری بغداد بیاری که دم میاندازن علفا خشک میشن بیاری فایده نمیکنه. تو آدم اینجاش چی عوض نشه. برای شما با واسطه مشق‌های روانی باوری در شما پیدا میشه، امید پیدا میشه، صحتی را میبینی. مثلا دو نمود آدم‌ها هست. آدمای بدبین و آدمای نیکبین. آدمای بدبین در زندگی فقط چیزی بد جمع میکنه. مثلا حتی که پرسی سلامتی خیلی میشه و خدا راش کرده همین چی مزن نیست. این خیلی مخیل میخورده است، خوب رفته است، خسته است، رحم گشته است. اینا رو نمیبینم. اما یک دردی چیشه، یک غمی که ده همون نمیبینه فقط. هستن خیلی هم. اول شما کمبودی کواک کنه، هم کمبودی میگه که یک بار اینا در نگاه میگه عجب خوشرویی هستم. دو بار نگاه میکنی میگه خب خوشرو هم نیستم. سه بار نگاه میکنی میگه این جمع خیلی بدست کو. چهار بار نگاه میکنی برای معاینه در تاجیکان میگن بسیار نگاه نکن. نگاه کنه که آدم در خودش کمبودی یافتن میگیره. میگه اگر آدم اپتیمیست یعنی نیکبین باشه چیزای خوب میبینه. مسلمان مردم از اون جمله ملت نیکبین هست. آینده را خوب میبینه. در انسان چیزی خوب داریم ببینه. در سلامتی تو چیزی خوب ببینه. همین میفورد که بدبخت نباشی. بدبخت کسی است که چیزهای گنده را بسیار جمع میکنه. خوشبخت کسی است که چیزهای خوب برابری انا همو گندگی کمبودی میمونه. همین یاد میگیرید امروز. بغیر از این که شما یک جاتون کساله 100 جای دیگه سازه. یا نه؟ پس چرا نمیگوی که خدا را شکر که من میبینم، خدا را شکر که من میشنم، خدا را شکر که من میخورم. نه همین تمام یک جام کساله تمام. اون 100 جای دیگه رو وحشی قبول نمیکنه. یاد گرفته نه؟ خیلی زنگی رو نمیکنم. سرش کنیم؟ شما فهمیدید مشق‌های روانی برای چی؟ همون آدم صحتیش در خودش میسازه. صحتیش در خودش میسازه. ولی هنوز صحت نیست. لیکن نقشه صحتیش داره. همین پیش از اون دوم بسازن. یا خونه کلون بسازن. چیش میکشن اول؟ نقشهش میکشن. بعد چی؟ مدل معدهش در بالای استول ساز میکنه. همین توستون کدام یا آغیل یا معده یا آدم برای حوالیش را ببینید همون در نقشه هست. اگر نباشه چپش میکنم که باید باید بدونه مثلا دولت بدونه که کیچکو کرده است. یک درخت در نقشه هست. مثلا در همین روز برید یک شاخی درختش کنید صاحبش پیدا میشه. درست؟ یعنی که نشان داد اونه که همه چیزی که در ما میشد نقشه داره. در عصب انسان یک چیز میگن اینگرام. اینگرام چیست؟ نقشه بیماری در سر آدم. بار دیگر تکرار میکنم. نقشه بیماری در سر آدم. اینگرام هست حسی، آدم حس میکند کسالش. هست نظری، آدم میبیند. هست فکری، آدم درباره کسالش گپ میزند. هست حرکتی، هست مثلا بویی حتی هست صدایی هست. مثلا نگاه کنید اینگرام چقدر کار میکنه. من مثال تو میگم. یا آدم اسما داشت. نفس تنگی داشت. نفس گیری. دیخی نفس. میدونه چی گفت؟ گفت که 5 سال پیش یک بوی من نفس تنگ شدم. اینک برای الرژی داد. بوی. با میگه که خیلی دقت ندادم. میگه هر بار هم بوی خطی سر به سر میشدم. کارخانه هم خیلی میگه بوی داشت من الرژی میشدم. خیلی 2-3 بار رفتم دکترها بعضی داروها دادن. بعد چند وقت میگه 1 سال نیم سال گذشت
ما همون جای می رفتیم که همون جای می برامد اوجه نبویده کسل میشه. نه اوجه چی شد؟ اوجه شرط نیست که همون بوی عامل در رو تاثیر کنه. بعدی میگه 3 سال همین درباره همون بوی میگفتن ما کسل میشه. مگر بعد 4 سال همین با فکر می آمد کسل میشه. این گرامر یادی کسل بینه ساخته میشه در معنی ایسا. با میگه بعد 5 سال فکرش هم نمیکنیم کسل میشه. اوشه کسی خودش شدیست است. برای تگ دیل در تقشی میشه. همین که کسل در پدسازنانه در زیر شعور رفت. اما از زیر شعور برآوردن شد بود. چقدر کار کنه. همینه در طبی ما خیلی حوض برآوردن پریش میگن، جنش میگن، زیانش میگن. مردم تاجیک هم میدونستن که این چه سا هستن بشین. انا که تصور کنید ما صورتی کسله برای شما مثلا شما رو میفهمونیم، شما رو مشغول روانی نشون میدید که صورتی کسله در خودتان ویران کنه، خاطرش ویران کنه، فکراش ویران کنه. بعد باش شما چی میشه؟ باش شما آزاد میشه. با ایده عقیده کسله شما دور میشه. و شما میشه چیزی نقص. همون گفتیم که نقشه سلامتی رو میکشی، پلان میزنی. بعد میگه مومن با امید است. کی ناامیده؟ شیطان ناامید. برای این مشقای روانی رو بدونید یکی از رکنهای تبابات ما هست. اگر ما حساب تبابات میکنیم، ما مثلا دارو میتیم، ما مشقای جسمی و در دارو داخل میشد علف بسیار وقت ما گیاهای میتیم که عموما داروهای ما گیاهی هم اساسا. و پنجم هست این تبابات منوالی. یک کسی میره که ستونورت راست میکنه، میزنه، جا جاش میکنه مثلا. ما اینو میکنیم. یک درد چندین ساله آدم که ستونورش کمتر کج شده است، ما جاش نمیمونیم. سری وقت اگر باشه. ما نگاه کنید نازکی داره. آدم سست ضعیفه ممکن نیست. ولی قاعده داره. هر کس نمیتونه این کارو کنه. ولی باید نازکی رو بدونه. استخوانش بقوت باشه. مثلا سین سالش به نظر میگیره. کسلیش دور دراش به نظر میگیره. همه وقت همون زیر کردگی را جا میگذارد. یک کاری میکند که این پروتوزیا اول این طرف میکشد، آهسته آهسته درون در آمدن میگیرد، آهسته آهسته با این طرف ستون نهره را میزند، اول حتی ستون نهره را کج میکند، بالای همون گریجه را پروتوزیا را گیرد، شوره را و باید راست میکند، درون میکند. چون کارهای چی دارن؟ نازکی های خچه دارد. یعنی که تبابات منوالی راست کردن ستون نهره، جا کردن، کشیدن وای، یک چی دارد؟ نازکی خود شده. و با در یاد بگیرید مخصوص با چی دارد؟ غذا دارد. چشم. مخصوص خوراک‌های میتیه که همون مثلا کلسی بسیار باشه. کلسی در چی است؟ مثلا شما توارو خوردگی، توارو. کی آخرین بار توارو خورد؟ میدونی توارو چقدر زوره، چقدر سفید و کلسی. چون هر روز همین شیرچوی بدخشانی ما بسه که هر سحر اگر همین شیرچوی خوری، شیر خطی چای پرتایی خوری اگر همون بسه که تو را کلسی تامین کنه. هر بار خصیصی نکنید شیر تنوک نکنید. خلاص؟ و میشه رفت. بعضی خصیصا شیر تنوک میکنه. دیگه به هر حال چکای تاجیکی ما چه دارن؟ باز بود چکای قیمتی دارم الان. من ملابس در این مسئله. الان میشه هفتم خدا اکنون نشان ندهد، لیکن خیلی بعضی حالات ما میبینیم که آدم میدراید بسیار سخت مثلا مشکل است دارن گشتنش. ما میبینیم که مشکلات زیاد در ستون نهره‌اش است. ما باید میگم شما علامت چی دارید؟ علامتی جراحی. من با چی تبابت میکنیم؟ ما 2 سال در بیمارخانه بیماری ستون نهره کار کردیم. اونجا در بسیار بعضی کارهای برای خودم تجربه زیاد کارهای علمی بودن در اونجا که چیکار کردن در کار که هم بیماری چیکار کنیم تبابت کنیم. امروز شما معلومات درست گرفتید، فهمیدید، انشاءالله شما صحت میشه. کسایی که همین بیماری دارن و اکثر مردم تاجیک ولی من ندیدم که از ستون نهره شکایت نکنن. البته همون
سردردش بسیار وقت میبینی استون مهر است، بسیار وقت پدردش استون مهر است، روماتیزمش نتو استون مهر است. همین سویتی گویم که تا که همین طور عصبی میانه که درست کردی گردش خون درست شد بسیار وقت ساز میشه. ما میدونیم بسیار وقت شکایت های نفس و نفس گیری و بسیار مشکلات هایی که در شکم هستند اینا همه چی هستند؟ اینا همه حل شونده هستند انشاءالله اگر شما درست تبابت کنید و این امکانات هست. امروز ما شکر خدا کنیم، شکر وطن تیج کنیم که این امکانات داریم که چیکار کنیم؟ تبابتی با عقلانه، تبابتی خیرمندانه، تبابتی گوییم که نتیجه دار کنیم انشاءالله. اگر سوال نباشد ما چی را سر میکنیم؟ خلاص؟